اینا هی مدام ضربه خوردن، هی احساس ضعف کردن. یه دفعه میان یه دانشمند ما رو ترور میکنن، شهید محسن فخریزاده، تحریک میکنن که ایران مثلا موشک جواب بده به اونجا. او اومده ترور کرده، باید جوابش رو در جنگ اطلاعاتی داد. همین رژیم صهیونیستی که نسبت به نیروهای ما ذلیله، نسبت به حزب الله لبنان ذلیله، نسبت به حماس و جهاد اسلامی ذلیله. رژیم صهیونیستی از انصارالله یمن میتونه بخوره، از حماس میتونه بخوره، از جهاد اسلامی میتونه بخوره، از حزب الله لبنان میتونه بخوره. آمریکایی‌ها از هشت شعبی میتونن بخورن. افراد و انسان‌های بومی هستن که این قابلیت رو دارند. همین آمریکا، همین رژیم صهیونیستی وقتی وارد جنگ اطلاعاتی میشه، اونجا نسبت به ما سعی میکنه دسته برتری داشته باشه، چون اونجا دیگه خرابکاری و ترور و جاسوسی. که ما یه نقطه صد داریم به نام موشک. هر اتفاقی بیفته بخوایم جواب هر تهدید رو با موشک بدیم، یعنی بخشای دیگه دفاعی امنیتی خودشون رو نشون ندن، ضعیف باقی بمونن. یک نکته باید برای افکار عمومی روشن بشه، این که جنگ اطلاعاتی با جنگ نظامی فرق داره. آنچه رخ داده بین ایران و رژیم صهیونیستی، بین ایران و ایالات متحده داره اتفاق میفته، جنگ نظامی نیست، اینا جنگای اطلاعاتیه. چون بین آمریکا و ایران جنگ سرد وجود داره. جهان امروز درگیر یک جنگ سرد جدیدی است. آمریکا با چین درگیر جنگ سرد، آمریکا با روسیه درگیر جنگ سرد، هر دو تاشون با اروپا درگیر جنگ سردن. ایران با انگلیس درگیر جنگ سرد، ایران با رژیم سعودی درگیر جنگ سرد. در فضای جنگ سرد جدیدی که شروع شده الان یه مدتیه، در این جنگ سرد کشورها با هم زد و خورد نظامی ندارن که بخوان هم موشک به هم بزنن، بلکه زد و خورد جاسوسی دارن. از این چیزا مردم از این به بعد زیاد میشنوید. الان دعوا بر سر جنگ اطلاعاتیه، چون جنگ سرده و در جنگ سرد لزوما از ابزار جنگ گرم نباید استفاده کرد، لزوما ها. ولی در جنگ سرد نیروی رزمنده نیروی اطلاعاتیه. نیروی اطلاعاتی هم لزوما وقتی بود ترور کرد شما نمیری ترور کنی، لزوما وقتی اومد بمبگذاری کرد شما نمیری بمبگذاری کنی. نوع پاسخها قرینه هم نیست، به این میگن اقدام نامتقارن، آیزومتریکال اکشن. از این رو ارتقاء سواد امنیتی به معنای اینه که اولا مردم درگیر جنگ سرد هستن در دنیا. همه کشورها درگیر جنگ سرد شدن. یک دوره جنگ سرد جدیدی شروع شده که پیش بینی کردن که تا سال 2035 یعنی 14-15 سال دیگه به بعد هم ادامه خواهد داشت. در دوره جنگ سرد شاخ و شونه کشیدن نظامی توسط سران کشورهای دنیا علیه همدیگه هست. هی مدام آمریکا میگه من گزینه‌هام روی میزه، یعنی من ممکنه موشک بزنم، حمله نظامی. رژیم صهیونیستی هارت و پورت میکنه، میگه من حمله نظامی میکنم. رژیم سعودی میگه من دارم ائتلاف تهیه میکنم به ایران حمله کنم. هی مدام از این حرفا میزنن، اما اینا دکور صحنه است در جنگ سرد. در این جنگ سرد جدید ستون فقرات جنگ سرد دستگاه اطلاعاتی هست. مردم باید سواد اطلاعاتیشون رو باید بالا ببرن. ما نیاز داریم سازمان اطلاعاتی 85 میلیون نفری رو شکل بدیم. همه مردم، همونطوری که میگیم دستگاه بسیج مستضعفین، 20 میلیون بسیجی، ارتش 20 میلیون نفری که اینها هستن تو سیل و زلزله و همه جا حضور دارن، میان کمک میکنن توی جنگ. و ما الان نیاز داریم کل مردم کشورمون بشن عنصر اطلاعاتی، دستگاه اطلاعاتی 85 میلیونی و نفوذ چین، نفوذ روسیه، نفوذ آمریکا، نفوذ هند، نفوذ پاکستان، نفوذ میت ترکیه، نفوذ BND آلمان، نفوذ CIA آمریکا، MI6 انگلیس، سیناروسیا ایتالیا و نفوذ موساد رژیم صهیونیستی رو خنثی کنن. دستگاه اطلاعاتی به تنهایی نمیتونه. باید همه مردم درگیر بشن، همه مردم مقاوم سازی کنن بدن این به اصطلاح جامعه رو، هر کدوم به عنوان یک سلول ببینن اطرافشون چه ویروس جاسوسی چیزی هست خنثیش کنن.